و خود این دستگاه یک دکمه‌ای که این پهلو داره تحت عنوان آن آف هست، یه سوکت به حساب فندکی داره که معمولا مال ماشین هست. این دوتا دستگاه این دو طرف هم برای استفاده در آمبولانس ها معمولا استفاده میشه. برای استفاده از این دستگاه که خیلی هم سخت نیست، وقتی به برق وصل میکنیم یا روشنش میکنیم، به برق وصل میشه، دکمه‌شو میزنیم و نهایتاً شروع میکنه به روشن شدن و باید باشیم که خودشو تست بکنه. البته هر کدوم از اینها هم قابل تمیز کردن و پاک کردن هست. وای میستیم تا دستگاه اوتو تست رو انجام بده. اون وقت برای ما پارامترهایی که در روی صفحه میاد الان از نوع P1 SIMV هست. ما میتونیم استارت ونتیلیشنش رو بزنیم ولی هیچ گونه تغییراتی رو در پارامترهایی که برای ما خواهد اومد رو نخواهیم داشت. بایستی حتما دستگاه رو از حالت ببینید. الان یه سری پارامترهایی اومده، مثلا تایدال والیوم هست، فشار ساپورتی هست، پیپ هست و فرکانسی و فشار مکس. اینها رو هیچ کدوم ما تغییر نمیتونیم بدیم تا اینکه بیایم چیکار کنیم، دستگاه رو به صورت آنش کنیم، یعنی با فشاری که روی به حساب دکمه قفل هست میتونیم با نگه داشتن چند ثانیه با یک سوتی دستگاه از حالت قفل خارج خواهد شد. الان دستگاه از حالت قفل خارج خواهد شد. این دستگاه داره خودش رو تست میکنه. ما میتونیم یک نوع مود رو انتخاب کنیم و یا حالا نیو پیشن هم اگه بخوایم استفاده کنیم اطلاعات خودش رو میتونه داشته باشه. الان روی PSIMV کانفیرمش میکنیم. خب یه سری پارامتر آمد. پارامترهایی که اومد میتونه آیتم هایی داشته باشه که ما اونو تنظیم بکنیم بر اساس وزن و قد بیمار. معمولا این دستگاه ها میتونن از نوع آدالت و نوع اطفال یا پدیاتریک باشن. الان ما اگر بخوام روی این پارامتر نگه دارم میتونم این پارامتر رو تغییر بدم. مثلا اگر مثبت فشار بدم میتونه این حجم جاریش افزایش یا کاهش پیدا بکنه. معمولا هم بعد اوکی میزنیم اونجا فیکس میشه. حجم جاری رو هم بر اساس حساب میلیمتر میلی لیتر پر کیجی محاسبه میکنن که در زمانهای قدیم به جهتی که دد اسپیس بیمار رو در نظر بگیرن و این شلنگی که به عنوان فضای مرده هست از بین ببرن 10 تا 15 میلی لیتر پر کیجی رو برای دستگاه ها انجام میدن. الان دستگاه ها رو به هر طوری تنظیم کردن که خودش رو اون فضای مرده از بین میبره و میگن بهتر است که ما حجم زیادی به بیمار ندیم، همون 6 تا 8 میلی لیتر پر کیجی رو برای بیمار بدیم و اگر بر اساس نیاز باشه میتونیم فرکانسی یا تعداد ریت رو افزایش بدیم. خب پارامتری که الان اینجا هست پارامتر اساسی است. تحت عنوان تایدال والیوم هست، فرکانسی هست، میزان حد اکثر حجم بر اساس به حساب مینیت والیوم هست و پی پی که معمولا به عنوان فشار مثبت انتهای بازدمی هست و اون رو هم به صورت نرمال بایستی تنظیم بکنیم و فشار ساپورتی که میتونیم آیتم های دیگر. البته اگر من الان اینو استارت ونتیلیشن بکنم معمولا بر اساس همین پارامتر شروع میکنه برای ما استارت کردن و در اینجا 3 تا آیتم داره. یه آیتم مود هست که بر اساس مود میتونم حجمی ها رو برای آدالت و فشاری ها رو برای اطفال استفاده کنم و این که انتخاب شد برمیگردیم رو پروگرام میتونیم به حال اون کروی رو که برای بیمار هست رو کرو انتخاب بکنیم و یه نوع کرو خاصی رو برای ما در پروگرام خواهد آورد. این آیتم ها رو داده. من این کرو میتونم انتخاب بکنم برای شما. یه کرو خاصی رو برای ما آورد و نهایتاً این پروگرام برنامه‌ای هست که بر اساس اون چیزی که من اینجا آیتم هایی است که از بیمار به ما نشون داده میشه و اونجا هم که قبلا بهتون نشون دادم تو مودها آیتم هایی بود که ما داشتیم. اینجا هم آلارم ها هست که ما آلارم ها رو معمولا 2 پارامتر انتخاب میکنیم. مثلا در بخش فرکانسی به ما میگه که به هر حال بتونید از حداقل یا حد اکثر تعداد ریتی که میتونه آلارم بزنه، یا فشار پی مکس که اونجا ما 50 رو داشتیم الان مجبوریم این البته نوع پی ماکس هست، اونجا وی ماکس بود که
تغییر ایجاد نمیکنه و چون پی ماکسیمم پایینتر از 30 بوده این دامنه 13 تا 40 میتونه نرمال بشه. FiO2 که اینجا هست بر اساس میزان درصد اکسیژن است که ما یا از اکسیژن ساز میگیریم که اینجا پورت خروجیش این بغل هست، اینجا پورت خروجی اکسیژن هست، یا میره برای اکسیژن ساز یا برای اکسیژن و اینا به همین شکل. نهایتاً این حجم خروجی و ورودی داره. همه این آیتم ها قابل تغییر هست. برمیگردیم به مود. الان با یه مود SIMV که انتخاب کردیم داره همین مود میزنه و پارامترهایی که برای ما داره دستگاه کار خوش انجام میده. من وظیفه‌ای که پرستار در این بحث داره اینه که معمولا طبق درخواست آیسومن ها و وضعیت بیمار پارامترهای بیمار پارامترهای ونتیلاتور تنظیم میشه و ما اختیار تغییرات خود به خودی در بخش آیتم ها و پارامترهایی که این دستگاه داره رو نداریم، مگر اینکه بر اساس وضعیت گازهای خون شریانی که معمولا مثل آزمایشگاه باید جواب بده به پزشک اطلاع بدیم و بر اساس اون بیایم آیتم هایی رو که دکتر در اوردر میده رو بیایم روی دستگاه تنظیم میکنیم. و اگر آلارمی داده باشه، مثلا فرض بگیرید یه جایی انسداد وجود داره، های پرشر آلارم ممکنه ما بدیم ما باید اون انسداد رو برطرف بکنیم تا اون آلارم های پرشر برطرف بشه. یا اگر لو پرشر بده، یه جایی احتمال داره که به هر حال دستگاه یک جایی از شلنگاش ممکن لیک داشته باشه، ما باید بتونیم توانایی اون لیک رو برطرف بکنیم و آلارمش رو آلارم سایلنت بکنیم. که این البته یک شاسی آلارم سایلنت هم داره. معمولا زمانی که فشار داده میشه این حساب آلارم موتور موقتا سایلنت میشه تا زمانی که اون گیر برطرف بشه و آلارم رو برطرف کنیم. مرسی که به ما گوش دادید و این دستگاه هم میگم این دستگاه بسیار خوب و هم از نوع اینویزیو تهاجمی و هم غیر تهاجمی است که میتونه برای اطفال و بزرگسال استفاده کنید. ان شاءالله که مفید باشه.